سخن گفته شد گفتنی هم نماند، من از گفته خواهم یکی با تو راند. سخن هر چی گویم همه گفتند، بری باغ دانش همه رفتند. گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یک سان رویش در زمانه مدان. این شاهنامه تاریخنامه است، این تاریخی شاهان عجم است، این دروغ و فسانه میگن نیست. برفت او و این نامه ناگفتمان، چنان وقتی بیدار او خفتمان. بسیار نیکبین است فردوسی، دقیقی 4 خصلت دوست دارد، بگیتی از همه خوبی و زشتی. لبی یاقوت رنگ ناله چنگ، شرابی لعل و کیشی زردهشتی. در دست هر موبد یک پاره داستانی بود، اونها را فردوسی جمع آوری کرده است. چو آورد این نامه نزدیک من، برافروخت این جانی تاریک من. این شخص ابو منصور ابن محمد بود و به فردوسی یاری میرساند، کمک میرساند تا فردوسی در باغ پدرین نشسته شاهنامه نویسد.